أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا. در جلسه گذشته و درس گذشته ربط و مناسبت سوره مبارکه بقره با سوره فاتحه اعلام شد که یکی از اون مناسبت ها این بود که در سوره فاتحه خواندیم اهدنا الصراط المستقیم، بار الها ما را بر صراط مستقیم راهنمایی بفرما و گامزن بفرما. الله عزوجل در ابتدای این سوره صراط مستقیم را مشخص می فرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب هست که هیچ شکی در اینکه از جانب رب العالمین هست نیست و هدایت هست برای متقیان. اما سوره مبارکه بقره سوره هست که فضائل بسیار زیادی در رابطه با این سوره مبارکه در احادیث شریف داریم. در روایت صحیح مسلم هست رسول مکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید اقرأوا سوره البقره، سوره بقره را بخوانید، همیشه بخوانید. فإن اخذها برکه، گرفتن این سوره و دریافت این سوره برکت است. و ترکها حسره، و ترک این سوره حسرتی برای انسان میماند. ولا یستطیعها البطله، افراد باطل نمیتواند این سوره را بخواند و این سوره را داشته باشد. پس بر اساس این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم این سوره ای هست که در خواندن و فرا گرفتن این سوره برکاتی انشاءالله در زندگی می آید. و روایت دیگری هست که فرمود لکل شیء سنام و سنام القرآن البقره، هر چیزی کوهانی دارد، یعنی یه علامتی، یه برآمدگی دارد و کوهان قرآن مجید سوره بقره هست. سوره بقره را انسان میخواند، بالخصوص کسی که هر روز سوره بقره را بخواند، الله عزوجل هر حاجتش را، هر مرادش را برآورده میکند، هر مشکلش را الله حل میفرماید. و این یکی از تجربه های انسان های صالح است که همیشه در زندگیشون داشتند، همیشه سوره بقره را میخوانند. این سوره مبارکه آغاز میشه با حرفی از حروف مقطعات. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم همونطوری که در اول سوره های حوامیم عرض کردم از حروف مقطعات هست و معنای اینها را بغیر از الله عزوجل هیچ کس نمیداند. امام رازی در تفسیر کبیر
و علامه آلوسی در تفسیر روح المانی نوشتن هذا علم مستور و سر محجوب. این الف لام میم دانستن و این علمی هست که مستور و پوشیده هست و سری هست محجوب و مخفی. استأثر الله تبارک و تعالی به، خداوند در این علم و در اینکه مراد الله چی است فقط الله میداند و بس، بغیر از الله کسی نمیداند. گرچه بعضی از علما تأویل کردن، توجیه کردن، اما این تأویلات و توجیهات اجتهادی هستند، از طرف خودشون هستند، از آن حضرت صلی الله علیه و سلم منقول نشدند. به عنوان مثال بعضی میگویند الف لام میم، الف یعنی الله، لام جبرائیل، میم محمد. الله این قرآن را به وسیله جبرائیل بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل کرد و شبیه اینها یه سری چیزهایی هستند که به هر حال سند ندارند و بعضی ها شاید اعتراض بکنند که خب چیزی که نامفهوم است. بعضی هم اعتراض کردند، بعضی از معاندین و مخالفین، چیزی که نامفهوم است و معنایش مشخص نیست چرا در قرآن مجید آمده؟ اصلش اینه که اینها برای امتحان هستند که ما علم اینها را به خدای عزوجل بسپاریم. بسیاری از احکام هستند در اسلام که ما انجام میدهیم فلسفهشون را میدونیم. مثلا نماز میخوانیم، خب فلسفهش را میدونیم. نماز کرنشی هست، تواضعی هست در محضر خالق ما. و روزه میگیریم فلسفهش را میدونیم، زکات میدهیم فلسفهش را میدونیم، حکمتش را، علتش را، منافعش را، فوائدش را میدونیم. اما بسیاری از احکام هستند که انجام میدیم اما حکمت و فایدهش را نمیدونیم. چرا انجام میدیم؟ الله فرموده. ما یک بنده محض هستیم، چه بدونیم برای چی انجام میدیم چه ندونیم انجام میدیم چون الله فرموده. مثلا شما تشریف میبرید به حج بیت الله، اونجا جمرات را میزنید. جمرات نمادهایی هستند، خب چرا میزنید؟ فایدهش چی؟ الله بهتر میداند. یا بین صفا و مروه شما سعی میکنید، الله دستور داده، لذا حکمتش علتش نمیدونیم. پس هر چیزی حکمتش نمیدونیم. بس اکثر آیات قرآن مجید معنایشون، مفهومشون، مرادشون معلوم است. چند کلمه محدود هستن نمیدونیم، مثل همون احکام الله بهتر میداند. الله که در قرآن فرموده ما هم تلاوت میکنیم، بهشون ایمان داریم، اما مرادشون را الله عزوجل بهتر بداند و این حروف مقطعات از همونها هستند. لذا الله عزوجل می فرماید در مقدمه این سوره مبارکه ذالک الکتاب لا ریب فیه. ذالک الکتاب مبتدا هست، لا ریب فیه خبر هست. الله می فرماید این کتاب شکی در این نیست. در چی شک نیست؟ لا ریب فیه من رب العالمین در آیه دیگه آمده. در این شک نیست که از جانب رب العالمین است، نازل کرده رب العالمین هست. در این هیچ شکی نیست. هدی للمتقین، هدایتی هست برای متقیان. قرآن در واقع هادی هست، هدایت کننده هست. هدایت مصدره اما مبالغتاً گفته شده. مثلا مثل این هست که زید عالم هست، یکی میگه زیدون عالمون، اما کسی مبالغه میکنه اینقدر عالم هست که اصلا خود علم درست شده، میگن زیدون علمون، زید خودش یک علمیه، زیدون عدلون. پس این به همون معنی است. اصل هادی هست، ولی از بس که هدایت میکنه مبالغتاً گفته هدن. خود هدایت همین قرآن است، در حالی که قرآن هدایت کننده هست. بله، هدی للمتقین. حال قرآن برای متقین هدایت است
یا برای همه مردم. در آیه دیگری آمده هدی للناس، برای مردم هدایت است. حال برای مردم هدایت هست، هدی للناس عامه مردم هستند، متقین خب خاص هستند. البته مراد از متقین الصائرین الی التقوی، اونهایی که به سوی تقوا می روند، اونهایی که راه تقوا را انتخاب کردند. اونی که خودش متقی شده خب کامل است، پس کسی که رهرو راه تقوا است. اما اون سوال اول موند که هدایت برای مردم هست یا برای متقین هست. قبلا خدمت شما عرض کردم که هدایت به دو معنا هست، یکی به معنای راه نشان دادن است و یکی این که اون کسی که دنبال هدایت است او را به مطلوب، به مقصود رساندن است. اونجا که آمده هدی للناس، همه مردم را هدایت است، به این معنی که همه مردم را راه نشون میده، چه اون مردم مسلمان باشند، مسیحی باشند، یهودی باشند، هندو باشند، مشرک و یهود باشند، هر چی باشند راه به اونها نشون میده. اونجا به معنی ارائت الطریق است. اما اینجا که هدی للمتقین که مستفیدین را ذکر کرده، کسانی که اهل تقوا هستند، اونها را هدایت اینجا به معنی ایصال الی المطلوب است، یعنی اونها را میبرد و بر مسیر هدایت قرار میدهد. خب اینجا الله عزوجل برای متقین چند صفت بیان فرموده، بیان صفات متقین. اولین صفت الله می فرماید الذین یؤمنون بالغیب، متقین آنهایی هستند که ایمان می آورند بالغیب، بغیب. ایمان بالغیب، مراد از غیب چی هست؟ ای ما غاب عنهم، اون چیزی که از اونها غائب هست، اون چیزی که اونها نمی بینند، به اون ایمان دارند. یؤمنون بالغیب. عرض کنم که بسیاری از ایمانیات اونهایی هستند که ما ندیدیم. ذات خدای عزوجل، قیامت، بهشت، دوزخ، ملائکه. لذا اونهایی که الغیب، غیب معنیش چیه؟ غیب را علامه آلوسی اینطور ترجمه کرده: الغیب ما لا یقع تحت الشعور. غیب آن است که تحت شعور نمیاد. تحت شعور، شعور چی هست؟ مثلا با چشم دیده نمیشه، با گوش شنیده نمیشه، تحت یکی از این حواس خمسه نمیاد. ما لا یقع تحت الشعور ولا یقتضیه بداهة العقل، یعنی عقل بدیهی و عقل ضروری اون را نمیفهمد. نیاز به نظر و فکر داره، نیاز به عرض کنم تدبر داره، نیاز به تفکر داره. اینطور که بگیم انسان نمیفهمد. پس اونی که ساده ساده فهمیده نمیشه و همچنین با چشم و با گوش دیده و شنیده نمیشه، اون غیب است. چون الله فرموده ما هم اونها را قبول داریم، ایمان داریم. پس این هست ایمان بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب، متقین صفتشون این، اولشون اینه که آنها ایمان دارن به غیب، یعنی به محض گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم باور کردند، تصدیق کردند، قبول کردند. و دوم و یقیمون الصلاة، اول ایمان، دوم عمل، قوه اعتقادیه، و یقیمون الصلاة قوه عملیه، و برپا می دارن نماز را. یقیمون الصلاة را تفسیر جلالین اینگونه تفسیر کرده. ببینید قرآن نفرموده و یصلون، نماز می خوانند، هر جا اقامه صلات آورده. خدای عزوجل از ما فقط نماز خواندن نخواسته، اقامه صلات. اقامه صلات
تفسیر جلالین تفسیر کرده یعنی یأتونها بحقوقها. فقط نماز بخوانیم کافی نیست، نماز را انجام بدیم با تمامی حقوقش. حقوقش اون شرایطی که قبل از نماز هستند، از طهارت بدن گرفته تا طهارت لباس، تا طهارت مکان، تا روبرو شدن به قبله. و عرض کنم که باز در داخل نماز ارکانی که هستن غیر از فرائض، خشوع، خضوع، تعدیل ارکان، متوجه شدن به خدا، نماز را سر وقت خواندن، اول وقت خواندن، با جماعت خواندن، تمام حقوقی که برای نماز هست همه را انجام دادن را میگن اقامه نماز. به همین خاطر هر جا خداوند فرموده اقیم الصلاة، نماز را اقامه بداری، نفرموده صلوا الصلاة، نماز بخونید. مطلق خواندن مورد قبول نیست. پس الله می فرماید الذين يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، متقین آنهایی هستند که ایمان بالغیب دارند، به غیب ایمان می آورند، و یقیمون الصلاة، و نماز را اقامه می کنند، یعنی نماز را با تمامی حقوقش ادا می کنند. این دو. سوم و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما به آنها رزق دادیم آنها خرج می کنند. آنچه که ما به آنها رزق دادیم، اینجا الله عزوجل جمله را و دستوری را ذکر کرده که دلیلش در خود همین جمله هست. ببین چرا باید مال خرج کنی؟ چون الله میفرماید ما به شما دادیم، ما مال را هم به شما دادیم، دستور را هم به شما دادیم. انسان وقتی که بر این خیال و گمان باشد که این مال من نیست، این را خدا به من داده، وقتی که خدا به من داده همون خدا دستور داده چطور خرجش بکنم، پس خرج کردن طبق دستور خدا آسانتر میشه. پس سومین صفت این هست که از بعضی من تبعیضی است، از بعضی از اون مالی که ما بهشون دادیم خرج میکنند. منظور چیه؟ آیا زکات است؟ بعضی از مفسران گفتن بله مراد زکات است، اما بیشتر مفسران میگن منظور زکات نیست، همه نوع خرج کردن است. هر خرج کردنی که بر انسان لازم و واجب است، از خرج کردن برای اهل و عیال، برای پدر و مادر در جهت صله رحمی، خرج کردنی که انسان به گرسنه‌ای، به فقیری، به یتیمی خرج می کند، خرج کردنی که انسان به عنوان زکات که فرض است میده، خرج کردنی که انسان به عنوان فطریه میده که واجب است، خرج کردنی که انسان به عنوان نذر میده که واجب هست. هر کسی که بر شما لازم است که بر او خرج بکنید، همه اینها مما رزقناهم است. کسی برای اهل و عیالش، برای بچه های خردسالش، برای زن و فرزندش، اینها هم از مما رزقناهم ينفقون داخلند. پس تفسیر خازن، تفسیر ابن کثیر اینجا عبارت مفصلی نوشته و اول التأویلات بالآیه و احقها بصفت القوم، بهترین توجیه و تعویل و تفسیر و مناسب ترین که این قوم را الله اینجا تعریف کرده این است که ان یکون کانوا لجمیع لازم فی اموالهم مؤدین، هر چیزی که در مالشون لازم هست اون را ادا بکنن. مثلا که زکات، بله مثل زکات، او نفقت من لزمته، یا نفقه اون کسی که لازم است، من اهل و عیال و غیرهم ممن تجب علیه نفقته، چه اهل عیال یا کسانی دیگه که نفقه بر او لازم است، من بالقرابت والملک و غیر ذلك، یکی مثلا خویشاوند، یک جای غلامی هست که مملوک انسانه، همه اینها هست. و علامه خازن نوشته و يدخل فيه انفاق الواجب كالزکات والنذر والانفاق على النفس، تمام نفقات مثل زکات کسی نذر میکنه، کسی بر خودش خرج میکنه، و علی من تجد نفقته علیه، و همچنین الانفاق فی الجهاد و اذا وجب علیه،
در جهاد اگر واجب بود، والانفاق فی المندوب یعنی وهو صدقه التطوع، انفاق نفلی و مواسات الاخوان و همدردی کردن با برادران، و هذه كلها مما یمدح بها، همه از اون مواردی هست که اینجا مورد مدح و تعریف قرار گرفته. پس همه نوع خرج کردن های جایز، چه مستحبند، نفلند، واجبند، فرضند، برای خود و اهل و عیال است، برای خویشاوندان و پدر و مادر است، برای بقیه فقرا و مساکین هست، برای مسجد هست، برای مدرسه هست، برای جهاد هست، همه را شامل میشه. لذا این صفت سوم است. و مما رزقناهم ينفقون، از آنچه که ما رزق دادیم به آنان خرج میکنند. و چهارمین صفت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، همچنین ایمان به قرآن و به بقیه کتابهای پیشین. متقین اینها هستند، آنهایی که ایمان می آورند به آن کتابی که نازل شد به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، و ما انزل من قبلک، آن کتاب هایی که نازل شده قبل از شما، به تورات، به انجیل. ببینید از این آیه بسیاری از مفسرین استدلال گرفتند بر ختم نبوت، بر اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر هست، کتاب ایشون آخرین کتاب است، بعد از ایشان نه نبی می آید نه کتابی می آید. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر در آینده کتابی می آمد به او هم اشاره می شد، اگر در آینده پیغمبری می آمد به او هم اشاره می شد. چنانچه سیدنا عیسی علیه السلام در سوره صف شما خواندید که فرمود که من آمدم، من رسول خدا هستم، تورات را که قبل از من هست، تورات را هم به او ایمان دارم و او را تصدیق می کنم، و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد، و شما را مژده می دهم، یعنی شما باید ایمان بیاورید به اون رسولی که بعد از من می آید و اسمش احمد است. پس عنایت دارید که وقتی که رسولی که بعد از ایشون می آید به او اشاره میکنه، اگر بعد از رسول الله رسولی بود حتما اشاره میشد. پس این آیه دلیل است بر اینکه نبوت بر ایشون ختم شده، ایشون خاتم النبیین هست و خاتم الرسل است، و کتاب ایشون که قرآن باشه خاتم الکتب است. و صفت پنجم اهل ایمان، و بالآخرت هم یوقنون، و به آخرت آنها یقین دارند، باور دارند، آخرت را هم قبول دارند و یقین دارند. لذا کسانی که دارندگان این صفات هستند، متقین، 5 صفت برایشون ذکر شد. الله عزوجل حال ثمره تقوا و ثمره این صفات را بیان می‌فرماید. کسانی که دارنده این صفات باشند اونها را مژده میده. الله می‌فرماید اولئک علی هدی من ربهم، این افراد یعنی دارندگان این صفات، کسانی که به این صفات متصفند، علی هدی من ربهم، بر هدایتی هستند از جانب ربشان. این ثمره دنیویه هست، در دنیا اینها هادی، اینها بر هدایتند، مهتدی هستند، هدایت یافته هستند. و نتیجه اخروی، و اولئک هم المفلحون، این نتیجه اخروی هست بنویسید. و این گروه هستند هم المفلحون، فقط اونها هستند رستگاران، ای فی الاخره. پس اینهایی که در دنیا بر هدایتند و در آخرت جز کامیاب ها و رستگارها هستند، کیا هستند؟ کسانی که متصفند به این صفات. تفسیر ابن کثیر نوشته ای المتصفون بما تقدم من الایمان بالغیب و اقام الصلاة والانفاق من الذین رزقناهم، کسانی که متصف به این صفات هستند که ایمان بالغیب دارند، نماز
را ادا میکنند، انفاق میدن، اینها علی هدی من ربهم. تفسیر معالم هم نوشته اهل هذه الصفات، دارندگان این صفات، اولئک هم المفلحون، اینها هستند مفلحون. المفلحون با توجه به اینکه خبر همیشه نکره می آید، کسانی که علم عربی خواندند و علم نحو خواندند، اما اینجا هم حصر آمده و هم خبر معرفه آمده. معنایش این است که اینها در فلاح و کامیابی کامل هستند. یدل علی انهم الکاملون فی الفلاح، در فلاح و در موفقیت کاملند. کسانی که اینها کسانی هستند که مرتکب گناه نمی شوند، مرتکب کبائر نمی شوند، گناه کبیره نمی شوند. از اینجا استدلال گرفتم بسیاری از مفسرین، من جمله علامه قاضی ثناء الله پانیپتی در تفسیر مظهری، که هر کسی که مسلمان هست اما گناه کبیره می کند، او هم مفلح است، او هم کامیاب است، اما فلاح کامل ندارد، کامیابی کاملی ندارد. نوشتند یدل علی انهم الکاملون فی الفلاح هم المفلحون، دلالت می کند که اینها در فلاح و در رستگاری کامل هستند. فیلزم ان یکون صاحب الکبیرة غیر کامل فی الفلاح، از این لازمیت که کسی که گناه کبیره می کند اون از نظر فلاح و رستگاری کامل نیست. کامل اون کسی هست که متقی باشد، به این صفات متصف باشد. الله عز وجل اینجا که درباره قرآن فرمود هدی للمتقین، به طبع آن صفات متقین را بیان فرمود. 5 صفت برای متقین بیان شد که ایمان بالغیب دارند، نماز میخوانند، انفاق میکنند، به کتابهای گذشته هم ایمان دارند، به قرآن هم ایمان دارند، به کتابهای گذشته و قرآن ایمان دارند، به آخرت هم یقین و باور دارند. این 5 صفت مال متقین هست. خب پس اینا متقی مؤمنین هستند. وقتی که بحث مؤمنین در این آیات شریف آمد، اون گروه هایی که در مقابل مؤمنین هستند اونها را هم به تبع ذکر می‌فرمایند. 2 گروه دیگه هستند در مقابل مؤمنین. یک گروه کافرین، اینها ایمانشون کامل هست، ایمان خودشون را ابراز و اظهار کردند. گروه دوم کافرین، یعنی هیچ ایمان ندارند، کفرشون را ابراز کردند، اظهار کردند. پس گروه بعد از مؤمنین چی هستند که ذکر میشن؟ کافرینند. سومین گروهی هست که اینها به ظاهر مؤمنند اما در باطن کافرند. این گروه کی هستند؟ منافقین. اینها را منافق میگویند. بعد از مؤمنین ذکر کافرین میاد و بعد از کافرین ذکر منافقین میاد. اما شما در این آیات خواهید خواند که صفات منافقین یه مقدار بیشتر بیان شده، چون نیاز هست توجه بیشتری به نفاق و اهل نفاق بشه. اونقدر که مسلمانان و اسلام از نفاق ضربه خورده و میخورد، از کفار و کافرین ضربه نمیخورد، چون کافر ظاهر و باطنش یکیه. او ظاهرش چیزی دیگه است، باطنش چیزی دیگه است. جلوی انسان خوبه، از پشت خنجر میزند، اون خطرش بیشتر است. به این خاطر بیشتر پرداختن به موضوع منافقین که بعد از این میاد. لذا گروه دوم کفار، الله عزوجل درباره کفار چی میفرماید؟ الله میفرماید ان الذين كفروا، همانا کسانی که کفر کردند، سواء علیهم، برابر است بر آنان، اانذرتهم، اینکه بترسانی آنها را ای پیامبر من،
ام لم تنذرهم، یا اینکه نترسانی، چه بترسانی چه نترسانی، چه انذار کنی چه انذار نکنی، چه بیمشون بدی چه بیمشون ندهی، لا یؤمنون، اونها ایمان نمی آورند. بنویسه به دلیل عناد. به دلیل چی؟ ضد و عناد. پس کفار را بترسونی یا نترسونی اونها ایمان نمی آورند. حال بر مفهوم این آیه یه اعتراضی و یه سؤالی مطرح میشه، اون اینه که خدای عزوجل درباره کفار فرموده که اونها را بترسونی یا نترسونی اونها ایمان نمی آورند، در حالی که خیلی از کفار ایمان آوردند. تمامی مسلمانانی که در صدر اسلام ایمان آوردند مگر اینها کافر نبودند؟ اول کافر بودند، یا مشرکین مکه بودند، یا بعضی ها یهودی بودند، یا بعضی ها مسیحی بودند، ایمان آوردند. چطور الله عزوجل می فرماید کافران ایمان نمی آورند؟ هنوز امروز هم خیلی از کفار ایمان می آورند، خیلی از مجوس و آتش پرستا ایمان می آورند، خیلی از هندوها ایمان می آورند، خیلی از مسیحیان و یهودیان ایمان می آورند، خیلی از مشرکان ایمان می آورند. پس چطور قرآن میگه ایمان نمی آورند؟ جواب این اشکال و این سوال اینه که مراد از الذین کفروا مطلق کفار نیستند، مطلق کفار نیستند، بلکه کفار خاص هستند. کسانی که با ادبیات عرب آشنا هستند میدونه همونطوری که الف لام هم میتونه استغراقی باشه، عام باشه، جنسی باشه، عهد خارجی باشه، خاص باشه. این الذین کفروا که اسم موصول است هم میتونه هم عام باشه، همه کفار مراد باشن، هم میتونه خاص باشه. کفار خاص، کفاری که در ذهن هستند، کفاری که اونها مراد هستند. پس مراد از این کفار مطلق کفار نیست، زیرا هزاران کافر بن آن حضرت صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند و هنوز ایمان می آورند. پس مراد از این کفار کدوم کفار هستند؟ آنهایی که حق را شناختند و از روی عناد انکار کردند. خوب دقت بفرمایید، حق را شناختند، تشخیص دادند و بعداً از روی عناد چی کردند؟ انکار کردند. به این خاطر شیخ ما رحمه الله اینجا نوشته ان الذین کفروا، کسانی که کفر کردند، ای ستروا الحق عنادا، حق را عنادا چی کردند؟ مخفی کردند. شناختند پیغمبر را که پیامبر خداست، شناختند قرآن را کتاب خداست، شناختند توحید را که فرمان خداست، اما عنادن از روی ضد و عناد چی کردند؟ اینها مخفی کردند. پس اینها را که عمدن عناد کردند سواء علیهم، بر این افراد مراد مثل کی؟ مثل اونهایی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سالها اونها را تبلیغ کرد اما اونها مخالفت کردند، اونها عناد کردند، اونها به جای ایمان جدال بالباطل کردند، مثل ابو جهل، ابو لهب، عتبه، شیبه، امیه، نضر ابن حارس. عرض کنم خدمت شما که مثل یهودیا حویی ابن اخطب، مثل کعب ابن اشرف، این کلگنده های مشرکین و یهودیان، اینایی که کفار بودند می شناختند رسول الله را ولی عمدن چی می کردند؟ حق پوشی می کردند. اینها مراد هستند. پس افراد خاص مراد هستند. خب الله می فرماید سواء علیهم، بر اونها برابر است. انذرتهم، اینکه اونها را انذار بفرمایی، ام لم تنذرهم، یا انذار نفرمایی. لا یؤمنون، این نتیجه دنیویشون هست. اونها ایمان نمی آورند، اونها تسلیم نمی شوند. چرا اینجا پایینش بنویسی به دلیل عناد، که به دلیل عناد اونها ایمان نمی آورند. حال الله عزوجل علت را بیان فرموده چرا ایمان نمی آورند.
الله می فرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. علت این هست که الله مهر زده، مهر جباریت را قبلا توضیح دادم. الله مهر جباریت زده که این مهر اونها را از ایمان محروم قرار داده. این مهر را زده علی قلوبهم، بر دلهای اونها، لذا حق را نمی فهمند. و علی سمعهم، بر گوشهای اونها حق را نمی شنوند. و علی ابصارهم غشاوة، و بر چشمان اونها پرده‌ای هست. این نتیجه دنیوی هست. اولین سوال که چرا برای دل و گوش ختم استفاده فرمود؟ ختم به معنی مهر. و برای چشم پرده استفاده فرمود. چون که قلب یک چیزی است که انسان یک مطلبی را میتونه از هر جهت بفهمه، راست باشه، چپ باشه، جلو باشه، پشت سر باشه، بالا باشه، پایین باشه. مطلب را انسان با قلب میتونه از هر جهت باشه. صدا را هم انسان میتونه از هر طرف، اینجا نشستم از پشت سر صدای میاد میشنوم، از راست بیاد، از بالا بیاد، از زیر زمین بیاد، صدا را انسان از هر جهت میشنود. پس وقتی که خدای تعالی این دو حواس را میخواهد که چی بکند؟ اینها را محروم بکند، باید مهری بزند که کاملا از هر طرف راها چی بشه؟ مسدود بشه. اما چشم انسان فقط جلو را میتونه ببینه. همین الان شما پشت سرتون را نمیبینید، شما که جلو را نگاه میکنید زیر پایتون را نمیبینید. پس نیازی نیست که مهر زده بشه، فقط یک پرده کشیده بشه انسان دیگه نمیبیند. پس و علی ابصارهم غشاوة، همون غشاوه و پرده و حجاب کفایت میکند. اما سؤال اصلی و سؤال مهمی که اینجا هست اون این هست که اینها را خدای عزوجل خودش از ایمان محروم فرموده. ببینید الله میفرماید علت ایمان نیاوردن اینه، ختم الله علی قلوبهم، خداوند بر دلهایشون مهر زده، و علی سمعهم، و بر گوشهایشون هم مهر زده، و علی ابصارهم غشاوه، و بر چشمایشون پرده نهاده. لذا این در دنیاست، در آخرت ولهم عذاب عظیم، برای اینها عذابی بزرگ هست، اینها به عذابی بزرگ گرفتار می شوند. حال سوال اینه که آیا این ظلم نیست که اینها را خدای عزوجل خودش محروم کرده؟ خدا مهر زده تا ایمان نیاورند، خدای عزوجل اونها را از دیدن، از شنیدن، از فهمیدن محروم قرار داده. لذا یعنی خدای عزوجل خودش از ایمان آوردن اینها را محروم قرار داده. حال که محروم قرار داده باز اینها را عذاب میده. نباید اینها را عذاب بده بیچاره ها را، چون خدا خودش نگذاشته اینها ایمان بیاورند. این سوال است. برای جوابش اگر قبلا بحث هدایت را و بحث ضلالت را که عرض کردم اگر در ذهن شریف باشد، جوابش پیش شما حله که خدای عزوجل کسی را مهر جباریت میزنه، کسی را خدای تعالی محروم میکنه که اون کس خودش عناد و تمرد و سرکشی داشته باشد، اون کس خودش جدال بالباطل داشته باشد. خدای عزوجل بی جهت نمیزند، به سبب اعمال خود انسان میزند. ما در سوره تطفیف مطففین خواندیم بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. اونجا خواندیم که بر دلهای اونها الله عزوجل دلهای اونها زنگار گرفته بود و زنگ زده، یعنی مهر زده بر دلهای اونها. به سبب چی؟ به سبب ما کانوا یکسبون، به سبب عمل کردشون، به سبب کسبشون، به سبب کارهای خودشون. پس الله عزوجل که اونها را محروم کرده، مهر زده، به سبب چی هست؟
ما کانوا یکسبون. ببینید اینها که انکار کردند از همین نوع کفار از فرعون، اینها حق را می دانستند. الله تعالی درباره فرعونی ها می فرماید و جحدوا بها، حق را انکار کردند، و استیقنتها انفسهم، در حالی که نفس اونها یقین داشت که این حق هست. چرا انکار کردند؟ ظلما و علوا، به خاطر ظلم و تکبری که اونها داشتند. یا اینکه الله عزوجل درسته بر اینها مهر جباریت زده، اما خدای عزوجل ابتداءً برای هدایت اینها خیلی اسباب فراهم کرده. مثلا اول خدای عزوجل انسان را که پیدا می کند، به انسان برای اینکه حق را بفهمد حواس داده. ببینید اسباب هدایت و ابزار هدایت که در قرآن بیان شده خیلی زیاد هستند، ولی این انسان ها از روی ضد اونها را اختیار نکردند. الله عزوجل می فرماید والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. خدا شما را از شکم مادر به دنیا آورد، شما هیچ چیزی نمیدونستید، خب علم نداشت. ابزار و اسباب علم را خدا داد. چی داد؟ و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشکرون. به شما گوش داد، چشم داد، قلب داد، شاید شما شکرگزار باشید. خب این اولین اسباب که خدا داد. بعد از اون خدای عزوجل دلائل آفاق را داد، یعنی دلائل خدا بیان کرد در این عالم آسمان هست، زمین هست، خورشید هست، ماه هست، ستاره ها هستند، دریا، جنگل، عرض کنم کوه ها. چنانچه الله می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، ما به اونها نشان دادیم آیات خودمون را، هم در آفاق در عالم همه نوع آیات هستند و هم در درون خودشان. درون انسان یک عالمی هست. حتی بسیاری از علما این دنیا را گفتن عالم کبرا، درون را گفتن عالم صغرا. این خودش یک عالم کوچکی هست. چه پیچیدگی هایی هست، چه دستگاه هایی هست، چه مهماتی در درون هست. خب دومین وسیله علم و هدایت چیه؟ آفاق و انفس. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. اما خدای عزوجل به این هم اکتفا نکرد، این دوتا را نداد که حتما ما ایمان بیاوریم، مردم دنیا ایمان بیاورند. بعد از اون سومین وسیله هدایت و علم انبیا را فرستاد که مردم را بفهمانند و شبهات مردم را رفع کنند. الله می فرماید رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. رسول را الله فرستاد، این رسول هم مژده میدهند هم بیم میدهند، تا اینکه بعد از فرستادن رسول برای مردم هیچ حجتی و هیچ دلیلی و هیچ عذر و بهانه‌ای نباشد. پس ببینید این همه اسباب را خدا به کفار هم داد، به ابو جهل و ابو لهب و عتبه و شیبه هم داد، به اونها چشم و گوش داد، به اونها قلب داد، به اونها هم این دلایل آفاق را نشان داد، برای اونها هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را فرستاد. پس همه اینها آمدند، اینها هیچ استفاده نکردند. بعد از اینکه به ضد و به عناد خودشون اصرار ورزیدند، الان خدای عزوجل مهر زد، الان محروم کرد. پس این ظلم یا نه؟ مقصر خودشون هستند، مقصر خودشون هستند. بعد از این همه مقدمات، بعد از این همه اسباب، پس کسی نمیتونه اعتراض بکنه که ولهم عذاب عظیم، ظلم خدا اونها رو محروم کرده. نه، محروم کرده به سبب عمل کرده خودشون، محروم کرده به خاطر ضد و عناد خودشان. لذا الله می فرماید ختم الله علی قلوبهم، الله بر دلهای اونها مهر زده، میتونی بنویسی به سبب اعمالشان. و علی سمعهم،
بر گوشهای اونها الله هم مهر زده، و علی ابصارهم غشاوه، و بر چشمان اونها الله پرده گذاشته، و لهم عذاب عظیم، برای آنان عذاب عظیم و عذاب بزرگ هست. پس این ذکر گروه دوم هست. گروه چی؟ کفار. و من الناس من یقول آمنا بالله. از اینجا ذکر گروه سوم هست، منافقین. الله عزوجل در ذکر منافقین میفرماد و من الناس، بعضی از مردم اونهایی هستند که من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر. ادعای اول، ما ایمان داریم به خدا، یعنی به اصل توحید، به مبدأ. دوم، و بالیوم الاخر، به معاد، به معاد یعنی به قیامت. اما و ما هم بمؤمنین. الله عزوجل میفرماید اینها کلا مؤمن نیستند. ببینید اونها دو چیز را ذکر کردند، مبدأ، معاد، توحید، قیامت. اما الله عزوجل کلا ایمان را از اونها نفی کرد، یعنی نه به این دوتا و نه به چیزی دیگر، کلا از اونها ایمان نفی شد. خب پس اونها چرا میگوین ما ایمان داریم؟ غرض یقولو، مقصد یقولو، چرا میگوین ما ایمان داریم؟ الله میفرماید یخادعون الله، اونها خدا را فریب میدهند. والذین آمنوا، و کسانی که آنها ایمان آوردن به خدا، یعنی مؤمنین را. خب اینجا بازم سوال پیش میاد، خدا را چطور فریب میدهند؟ خدای عزوجل که عالم الغیب است، اون ذاتی هست که عرض کنم از ظاهر هم میداند، از مخفی هم میداند، شهادت را هم میداند، غیب را هم میداند. چطور الله را فریب میدهند؟ الله که فریب نمیخورد، الله از فریب خوردن پاک است، منزه است. پس یخادعون الله معنیش چیه؟ بعضی گفتند که یخادعون الله بزعمهم، بر اساس پندار خودشون، بر اساس گمان خودشون. اما بعضی گفتند که نه، اینجا مضاف مقدر است. یخادعون الله اصلش هست یخادعون رسول الله، اونها فریب میدهند رسول خدا را، چون هر عملی که انسان با رسول خدا بکند در واقع با الله است. الله عزوجل و من یطع الرسول فقد اطاع الله فرموده، و من یعص الله و رسوله فرموده. اطاعت رسول اطاعت خداست، نافرمانی رسول نافرمانی خداست، محبت رسول محبت خداست. پس فریب رسول در واقع فریب خداست، گرچه خدا از فریب پاک است. و بعضی دیگه گفتن نه، یخادعون الله اینجا بندگان خدا هست، مراد عباد الله هست. والذین آمنوا، این واو تفسیریه هست. خدا را فریب میدن یعنی چه؟ یعنی کسانی که ایمان آوردن، مؤمنین را. هو الذین آمنوا، رسول الله هم در والذین آمنوا داخل است. رسول الله صلی الله علیه و سلم غیب نداشتند، از دلهای اونها خبر نداشتند، از اسرار و درون اونها هیچ اطلاعی نداشتند. گاهی حتی به نفاق اونها شک میکردند، کسی گزارشی میداد که اینها این توطئه را کردند، این مشوره را کردند، اونها می آمدن خدمت رسول الله، یک قسم دروغین و قسم جلاله می خوردن، دل رسول الله پاک می شد، تا اینکه الله عزوجل خبر میداد که نه، اینها دروغ گفتند. پس اونها در واقع مؤمنین را فریب میدن. قیل المراد به المؤمنون، مؤمنین را فریب میدادند، رسول خدا را فریب میدادند. اما اونها کور خواندند، و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. الله میفرماید اینا فریب نمیدن مگر خویشتن را،
خود را فریب میدهند. چرا؟ البته و ما یشعرون، درک هم ندارن، شعور هم ندارن که نتیجه خداع به خودشون برمیگرده. چطور خودشون را فریب میدن؟ ببینید به سبب این فریب دادن اون چیزی که نصیب اونها میشه، اون چیزی که به اونها میرسه در دنیا، فضاحت و رسوایی و ذلت، بدنامی، رسوایی، ذلت، این در دنیا و در آخرت می آید که عذاب علیم. پس در واقع این خود را فریب دادن است. این خداع به خودش میگرده، چون نتیجه خداع به خودش میگرده. و ما یشعرون، یعنی اینها درک ندارن، شعور هم ندارن که نتیجه خداع متوجه خودشون میشه. لذا این را هم عنایت داشته باشید که امروز در دنیایی که ما هستیم بسیاری از منافقان هستند. امروز هم من عرض کردم به قول حضرت شاه ولی الله رحمه الله، امروز هم اهل نفاق هستند، چه به نفاق اعتقادی چه به نفاق عملی. خب نفاق عملی متاسفانه خیلی از ماها هم گرفتارش هستیم، ما مسلمان ها همون صفات را داریم، اما کسانی که به نفاق اعتقادی هستند گرفتارند. مثلا حضرت شاه ولی الله رحمه الله می فرماید همین حکامی که به ظاهر مسلمانند اما جهت مسیر باد را نگاه می کنند که به کدوم سمت به نفعشون هست، یا بسیاری از سرمایه‌داران و عرض کنم که فئودالان که اینها در واقع مسیر را نگاه می کنند، جهت را نگاه می کنند که کدوم جهت به نفع منافعشون هست. بسیاری از سیاسیون لذا گاهی می بینیم که اینها دست به سینه می گذارند و برای اسلام دفاع می کنند و گاهی شرایط را طوری می بینند که بر علیه اسلام می نویسند، بر علیه احکام دین می نویسند. لذا اینها احیانا که مسلمان ها را فریب می دهند، اهل حق را فریب می دهند و به ظاهر تملق می کنند، اظهار محبت می کنند، اینها خودشون را فریب می دهند. شاید پشت سر پوزخندی هم می کنند که این مسلمانان چقدر ساده هستند، چطور باور کردند. آنگونه که قرآن فرموده ما ایمان و باور داریم که اینها در واقع خودشون را فریب می دهند. و ما یخدعون الا انفسهم، چون رسوایی، ذلت، نتیجه بدبختی در دنیا و در آخرت متوجه خودشون هست. و ما یشعرون، اما اونها درک ندارن که نتیجه خداع متوجه اونها هست. حال الله عز وجل می فرماید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در دلهای اینها مرض است. ببین اون شک و نفاقی که در دل اونهاست الله عز وجل اون را تعبیر می فرماید به مرض. واقعا یک نوع مریضی هست، چون در اونها قلق ایجاد کرده، در اونها اضطراب ایجاد کرده. بالخصوص کسی که شک داشته باشد او آرامش ندارد، اون اطمینان ندارد، او همش پریشانه، همش جنگ اعصاب داره. و الله عز وجل با نزول آیات، با فتوحات، با پیشرفت فزادهم الله مرضا، الله عز وجل افزوده در اونها مرض را. اینجا ببینید اون چی که در دلهای اونهاست اون را الله عز وجل به مرض تعبیر فرمودن. چیه در دلهای اونها؟ تفسیر ابو سعود نوشته اون چی که در دلهای اونهاست از جهل و نادانی، سوء عقیده، عداوت رسول الله و بقیه عرض کنم که کفریاتی که در اونهاست. استعیر ها هنا لما فی قلوبهم من الجهل و سوء العقیده و عداوت النبی و غیر ذلك من فنون الكفر. این را چی می فرماید؟ این را تعبیر می فرماید به مرض. لذا الله عز وجل می فرماید فزادهم الله مرضا،
الله عزوجل این مرض را در اونها می افزاید، اضافه می کند. چرا؟ چون که هرچی که آیات بیشتر نازل میشه تردد اونها بیشتر میشه، شک اونها بیشتر میشه، هرچی که فتوحات و پیشرفت بیشتر میشه، عداوت اونها نسبت به رسول الله، نسبت به مسلمان ها بیشتر میشه، بغض و حسد اینها، همه اینها تعبیر به مرض شدند، بیشتر میشه. لذا الله عزوجل میفرماید این در دنیاست، این عذاب دنیوی، فزادهم الله مرضا، بنویسید نتیجه دنیوی، عذاب دنیوی. عذاب اخرویشون چیه؟ ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون، برای اینها عذاب دردناک است سبب عذاب اخروی. چرا؟ بما كانوا یکذبون، به سبب اینکه دروغ میگفتند، به سبب چون اینا هر چی که اظهار میکردند دروغ بود، پشت سر چیز دیگه بود، در درون چیزی دیگه بود. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. اینجا الله عزوجل سرزنش میفرماید منافقین را و امراض اونها را نام میبرد و ذکر میفرماید. هرگاه به آنها گفته میشد که لا تفسدوا فی الارض، در زمین فساد نکنید. ببینید فساد منافقین چی بود؟ فساد منافقین این بود که اینها با کفار، با مشرکین و بالخصوص با یهود اینا نشست و برخاست داشتند و اونها را تحریک میکردن بر علیه مسلمان ها. اولا اسرار مسلمان ها را افشا میکردند، رازهای مسلمان ها را به اونها میگفتند و بعض اونها را تحریک میکردند. چه بسا سعی میکردند مسلمان ها را اونجا ضعیف جلوه بدند تا اونها بیشتر بر علیه مسلمان ها چی بشند؟ جرأتمند بشند. لذا اونها را متمایل میکردند، اونها را تهییج میکردند، تحریک میکردند بر علیه مسلمان ها. این فسادشون بود. چنانچه تفسیر مدارک علامه نصفی نوشته و کان فساد المنافقین فی الارض، فساد منافقین این بود که انهم كانوا یمایلون الكفار، کفار متمایل میکردند و یمالئونهم علی المسلمین، و اونها را تحریک میکردند به افشاء اسرارهم و اغرائهم علیهم. اسرار مسلمانان را اگر ضعفی بود، اگر ناتوانی بود، اگر بیپولی بود، اگر فقری بود، اگر گرسنگی بود، اینها را به اونها میگفتند. و همچنین این ببینید امروز هم اگر کسی این اسرار را به دشمنان بگه عیناً همین مصداق این آیه هست، اون اهل فساده. اگر امروز هم کسی جاسوس دشمن باشه، جاسوس اسرائیل باشه، جاسوس امریکا باشه، جاسوس از کنم اروپا باشه، در یکی از کشورهای اسلامی و در واقع اسرار مسلمان ها را به اونها ذکر بکنه، بنده همیشه عرض میکنم این آیاتی که درباره نفاق و اهل نفاق میخوانیم ذهنتون نره فقط به عبدالله ابن ابی و انصار و اعوان او، بلکه اینها را و مصادیق اینها را امروز پیدا بکنید. کسانی که به هر حال اسرار را ببرند اینها هستند، همون منافقین هستند. لذا و اغرائهم علیهم و ذلك مما یؤدی الی هیج الفتن بینهم، این باعث چی میشد؟ تحریک فتنه میشد، باعث جرأت بیشتر یهودی ها میشد. به همین خاطر خیلی وقتها عهدها می شکستند، خیلی وقتها اونها جرأت پیدا میکردند، از همین اطلاعات را به اونها میدادند. لذا الله میفرماید که اینها را گفته میشد که لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، جز این نیست که ما مصلحیم. مصلح چی هستید؟ اونا میگفتن مصلحون، مفسرین اینو نوشتن که ما وقتی که با یهودی ها ارتباط داریم ما هدفمون اصلاح هست. انکار نمی کردند، نمی گفتن ما نمیریم پیششون، دروغه.
اقرار میکردند، میگفتن هدف ما اصلاحه، ما میخواهیم یهودی ها را و مسلمان ها را به هم نزدیک بکنیم، ما میخواهیم اختلافات را تمام بکنیم، ما میخواهیم مواخات و برادری ایجاد بکنیم. این ادعایشون بود. ما میخواهیم رابطه برقرار بکنیم، ما عرض کنم که در واقع سفیران صلح هستیم و از این نوع. انما نحن مصلحون. الله رد میفرماید الا عرض کنم کلمه تنبیه هست، آگاه باشید، خبردار، مطلع باشید. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. خبردار اینها هم المفسدون، معنی حصره، یعنی اهل فساد فقط هم اینها هستند، کسی دیگه نیست. یعنی فساد غیر از این نمیتونه متصور بشه. تو میری اسرار را افشا میکنی، تو میری ضعف ها را گزارش میدی و بعد میگی انما نحن مصلحون ولكن لا يشعرون. اما اینها درک ندارن، شعور ندارن، فهم ندارند. فهم ندارن از این جهت که الله عزوجل اونها را ارز کنم که اسرار اونها را بیان میفرماید، نفاق اونها را بازگو میفرماید. لذا اونها فکر میکنند که کسی نیست، کسی متوجه نمیشه. یا اینکه ولكن لا يشعرون به قول علامه آلوسی رحمه الله این هست که فساد را اونها اصرار میدانند. فاعتبروا الفساد صلاحا و اصروا واستكبروا استكبارا ولكن لا يشعرون. از این جهت که فساد را صلاح مینامند، عکس قضیه هست نه، و بر اینم اصرار دارن. انما نحن مصلحون. اینا درک ندارن، اینا شعور ندارن، اینا فهم ندارن. و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمن كما آمن السفهاء. اون مرض اول بود، خباثت اول. و مرض و خباثت دوم، و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، هرگاه به آنان گفته میشد که ایمان بیاورید همان گونه که مردم ایمان آوردند. آمن الناس ای ایمانا مقرونا بالاخلاص و بعیدا عن شوائب النفاق. علامه آلوسی رحمه الله نوشته وقتی که به آنان گفته میشد این مردم، الف لام الناس الف لام عهد هست، مردمان مشخص، مردمان معلوم، یعنی صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار. اینهایی که ایمان آوردن شما مثل اینها ایمان بیاورید. چه ایمانی؟ ببینید، ایمانی که توأم با اخلاص است، همراه با اخلاص است، از شوائب نفاق بدور است. منافقین چی میگفتند؟ جواب اونها را در رابطه با صحابه، به این دیدگاه منافقین است در رابطه با یاران رسول الله. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، آیا ما ایمان بیاوریم همان گونه که این نادان ها ایمان آوردند؟ یعنی اینها که نادانند، ما عرض کنم زرنگیم، ما تحصیل کرده ایم، ما روابط را میخوایم درست بکنیم، ما میخوایم هر دو گروه را راضی بکنیم، ما میخوایم که سفیر صلح بشیم، ما میخوایم افراد را به هم دیگه نزدیک بکنیم. اینها که نادان هستند، بی سواد هستند، اینها کاری از دستشون نمیشه. این توهین اونها نسبت به اصحاب و مؤمنین مخلصی که به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بودند. حال ببینید الله عزوجل اینجا ایمان صحابه را معیار قرار داده برای ایمان. یعنی هر کسی که مثل صحابه ایمان بیاورد ایمانش مقبوله. یکی این آیه هست و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، و یکی در همین سوره مبارکه هست فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اگر ایمان مثل ایمان شما آوردند ای مخاطبین اولین قرآن، اون وقت هدایت می شوند.
اگر ایمانشون غیر از ایمان شما بود اون وقت ایمانشون به درد نمیخورد. پس از روی این آیات شریفه معلوم میشه که صحابه معیار ایمان هستند، الگوی ایمانی هستند. همونطوری که در روایت آمده، گرچه بعضی این روایت را ضعیف هم قرار دادند، اینها ستارگان هدایتند. کسی شب گم میشه، راه را از طریق ستاره ها اگر شناخت داشته باشه پیدا میکنه، شمال و جنوب را. لذا اگر راه گم کرده ای هست، اینها ستارگان هدایت هستند. پس ببینید این نظر قرآن هست و این نظر اهل ایمان هست که به منافقین میگفتند شما مثل اینها ایمان بیاورید. اما نظر نفاق و اهل نفاق درباره صحابه، قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، اونها را نادان میدانستند. حال دفاع الهی را از این جماعت و رد منافقین، الله عزوجل رد میفرماید این سخن منافقین را. الله میفرماید الا انهم هم السفهاء، کلمه تنبیه، کلمه تأکید، کلمه حصر. الا انهم هم السفهاء، خبردار اینها هستند، فقط نادان خودشون هستند. ولكن لا يعلمون حماقت منافقین، اما اینها نمیدانند که نادانند، نمیدانند که راه اشتباه را دارند میپیمایند، راه غلط را میبرند. لذا الله عزوجل میفرماید که خودشون در واقع نادانند، خودشون سفیهند، خودشون احمقند که به بندگان مؤمن من میگویند. دفاعی از اینها هست. لذا به همین قیاس کن، هر کسی که نسبت به اونها لبکشایی میکند و کلمه نامناسب شبیه این اونچه که منافقین میگفتند، در واقع دفاع الهی و رد الهی در رابطه با اونها این هست که اینجا در قرآن کریم هست. صدق الله مولانا العظیم.